صدا، دوربین، حرکت. سردر کن بودم پر از گله، دیدم مثبت جلونه رو توی دله، گفتنی آلمان خودت برو، چشماتو ببند بگو آرزو، مثبت جلونه جواب توه، واسه آلمان راه ساده توه، مدرکو بفرست بدون شتاب، فرصت تو هست فقط انتخاب. این برنامه شامل صحنه‌هاییه که ممکنه زندگی تو عوض کنه. از اول تا آخر ویدیو یه سری کد مخفی پخش میشه که باید با دقت پیداشون کنی و درست برامون بفرستی. چجوری؟ لینک ارسال کد همین پایین توی دیسکریپشن ویدیوست. کلیک کن و تو سایت اپلای جرمنی ثبتش کن. تو هر قسمت 2 نفر جایزه میبرن و قرعه کشی دقیقاً یه هفته بعد تو پیج اینستاگرام اپلای جرمنی برگزار میشه. آخر فصل 1 هم یه قرعه کشی خفن داریم برای همه کسایی که شرکت کردن و اونجا جایزه های خیلی خفن‌تر میبرن. لیست جایزه های هر قسمت تو کپشن هست. خودت ببین چی دوست داری ببری. پادکست مثبت 49. سلام به همگی، با اپیزود 6 پادکست مثبت 49 در خدمتتون هستیم. اینجا استودیو مثبت 49، من سروشم و دوستای خوبم هم اینجان، یاسمن، ملیکا، کیاوش و سهراب. چطورین بچه‌ها؟ عالی. بیشتر دیگه انرژی بالا. نه واقعا عالی، ولی کیاوش بهتر. کیاوش از همه اپیزود که میگذره کیاوش بهتر میشه. کیاوش هم چند درصد اطلاعاتت بیشتر شده؟ من تقریبا الان امروز صبح 5 تا کلمه رو خوندم. با آمادگی کامل اومدم. حالا بهتون قول میدم توی این اپیزود خیلی اطلاعاتتون کار باشه، چون در مورد یه موضوع خیلی مهم سروش میخواد صحبت بکنه. البته بیشتر سهراب. من مخلصتم. خب ما توی اپیزود قبلی راجع به تجربه آزمون B1 صحبت کردیم. این اپیزود هم باز می‌خوایم راجع به آزمون‌های زبان صحبت بکنیم، این بار آزمون B2. تو جمع ما فقط سهرابه که B2 داده. آره من B2 دادم یه بار که خیلی داستان‌ها دارد، حالا چرا اصلا چی شد بعد یو B1 شد و اینا، حالا توضیح میدم خدمتتون. خب ببینید آزمون B2 به مراتب خیلی سخت‌تر از آزمون B1 و بچه‌ها هم حالا توی اون اپیزود قبلی که ما گذاشتیم خیلی استقبال کردن، خیلی کامنت‌های مثبتی اومده بود برای آزمون B1 و فکر می‌کنم که خیلی خوب تونستیم راهو به بچه‌ها نشون بدیم. ولی اگه یک مرحله بیایم بالاتر و برسیم به سطح آزمون B2، خب خیلی تفاوت گرامری وجود داره بین سطح B1 و B2. توی سطح B2 ما مثلا یه سری مباحثی رو داریم مثلا نومینال کردن، که این موضوع فقط با مدت زمان طولانی درست میشه، یعنی یه چیزیه که زمان میبره تا اینکه B2 برای شما جا بیفته. درسته سروش؟ تو همین الان فکر کنم مثلا نومینال کردن و هی کلمات جدید داری یاد میگیری، یه چیز کاملا طبیعیه. من به زمان بندی هر چیزی خیلی اعتقاد دارم. میگم به سنم نمیخوره یه سری اعتقادایی که دارم، میگم مامان بزرگیه، ولی مدرنش اینه که هر چیزی در زمان درستش اتفاق میفته و من میدونم که یه سری چیزا قراره تو سرنوشت ملیکا باشه و واسه اون صبر میکنم و واقعا هر چیزی هم که بوده انقدر تو ناخودآگاه خودم 100% روش اعتماد دارم. واقعا بعد از این که یکم صبر میکنم و تو اون مسیر هستم تلاش میکنم، واقعا یونیورس بهم میده. من خیلی به این موضوع اعتقاد دارم، حتی تحتش هم کردم one day at a time و این واسه من خیلی قوت قلبه. اصلا جاجبش صحبت میکنم یه حس خوشحالی درونم میاد، مثلا اینطوری هم که خب این حسه حتما این چیزی هست دیگه، بریم دنبالش ببینیم این چیه که درون منه. حالا هر کسی میتونه یه چیز باشه، یکی حس قدرت خاصی درونش احساس میکنه، یکی حس دیگه هر کی حسی دیگه، بینندگان عزیز میدونن. دیگه یه جایی به بعد اون یادگیری زبانه بیشتر شنیداری میشه دیگه، مثل مدلی که یه بچه مثلا زبان یاد میگیره. من خودم آزمون آخری که دادم آزمون DS ها بود، تو آلمان دادم
دیگه از اون به بعد دیگه به صورت تجربی انقدر چیزایی که ترکیباته که میشنوی، جملاتی که میشنوی و دیگه اون شکلی یاد میگیری دیگه. اون قاعده من دیگه از اون مرحله بعد نیست. ولی در کل این ساختار آزمون B2، حالا ما به طور مشخص در مورد B2 OST صحبت میکنیم چون دیگه گوته که الان در حال حاضر توی ایران نیستش. بچه‌ها اگه میخوان باید برن کشورهای دیگه بدن و فکر کنم ما هم حالا در موردش بحث نکنیم بهتر باشه. وگرنه تلک هم هستش، بچه تلک هم میتونن بدن ولی خب تو ایران نیستش. همون چیزایی که در مورد آزمون B1 گفتیم، ساختارش چقدر فرق میکنه؟ ساختارش فرق داره. حالا من دقیقش اگه بخوام بهتون بگم، همون 4 تا مدول اصلی هستش ولی مثلا توی بخش لزن شما 90 دقیقه وقت داری، وقت بیشتری داری. آره، ولی مقالاتی که میذارن جلوتون مقالات علمیه یا گزارشه. خب و این خیلی فرق داره با اون قبلی‌ها. یه سری مقالات علمی میذارن جلوی شما و شما باید به یه سری سوال 4 گزینه‌ای جواب بدید. اگر نمرتون توی لزن بالای فکر کنم 10-11 اینطور بشه قبولید، اگه پایینش بشه که ردید. و یه نکته هم که داره، فکر می‌کنم می‌تونین ورتابوخ هم ببرین سر آزمون. آره اینم می‌خواستم بگم ولی مثلا اینجا خیلی کاربرد نره توی لزن، چون که 90 دقیقه وقت دارید. فکر نکنید خیلی وقت دارید، نه 90 دقیقه برای مقاله خوندن خیلی کمه و ورتابوخ به درد شما نمیخوره در حال حاضر. نه من اصلا ورتابوخ باز نکردم. من لزنم قبول شدم، خیلی خوب شد. فکر کنم از 20 من 17 شدم. اپلای جرمنی خیلی اتفاقی شکل گرفت، یعنی قرار نبود تبدیل به یک کسب و کار بشه یا قرار نبود تبدیل به یک گروه و تیم بزرگی بشه. اپلای جرمنی اولش یه وبلاگ بود. من زمانی که داشتم مهاجرت میکردم اولین چیزی که خیلی برام بولد بود و جلب توجه کردیم بود که خب منم مثل همه بچه‌هایی که تو مسیر مهاجرتن درگیر وکیلای مهاجرتی و شرکت‌های مهاجرتی شدم و انقدر اطلاعات عجیب غریب و ضد و نقیض گرفتم و انقدر مشخص بود که اصلا چه تیپ آدمایی هستن و غیر قابل اعتماد بودنشون خیلی راحت میشد فهمید. تصمیم گرفتم که خودم این پروسه رو برم و تفاوتی که اون موقع نزدیک 9-10 سال پیش با الان بود این بود که اصلا اون موقع هیچ دیتایی نبود واقعا واسه جمع آوری کردن به این سادگی نبود که بتونیم ببینیم که این مسیر چجوریه، چی کار باید انجام بدیم. و من تصمیمی که گرفتم این بود که توی این تحقیقاتی که دارم میکنم و توی این جمع آوری دیتایی که دارم، حالا با افراد مختلف صحبت میکنم، با دانشجوهای تو آلمان، سایت های مختلف خارجی رو میخونم و اینا که خیلی هم زمان بر بود، حداقل این تایمی که دارم میذارم و یه جایی ثبت بکنم که نفرات بعدی که میخوان این پروسه رو برن بتونن ازش استفاده بکنن. در همین اون موقع وبلاگی زدم، همینجوری هم اسمش رو گذاشتم اپلای جرمنی. میهم بلاگ بود، applygermany.mihamblog.com که الانم دیگه میهم بلاگ اصلا کلا بسته شده. و قدم به قدم مثل یه نقشه راه شروع کردم نوشتن تک تک مراحلی که رفتم با زبون همینجوری ساده خودمونی، مثلا چه میدونم گواهی قبولی کنکور رو چه جوری بگیریم، بریم طبقه سوم با فلان دکمه رو بزنیم، با خانم فلانی صحبت. همینجوری شروع کردم نوشتن که فقط یه جا مکتوب بشه. و به مرور زمان دیدم چقدر بازخورد گرفت و چقدر کسای دیگه‌ای که تو این مسیر بودن و دسترسی به این اطلاعات نداشتن با سرچایی که حالا تو گوگل می‌کردن و اینها به اپلای جرمنی، اون وبلاگ اپلای جرمنی رسیدن. و وقتی این بازخورد دیدم دیگه اپلای جرمنی از 10 سال پیش تا الان خودش مسیر رو به من نشون داده. یعنی اون بازخوردایی که گرفتیم باعث شدش که هی بزرگ و بزرگتر بشیم. اون وبلاگ ساده تبدیل شد به پیج اینستاگرام، تبدیل شد به چنل تلگرام. از اون به بعد تصمیم گرفتیم که کارو بزرگتر بکنیم، یه پورتال زدیم، پورتال applygermany.net که همون موقع من تلاشم این بود که تمام نیازهای مهاجرتی بچه‌ها از طریق این پورتال برطرف شه و کل پوینت من این بود که آقا به وکیلای مهاجرتی، به شرکت‌های مهاجرتی لزوما میتونید اعتماد نکنید، هزینه‌ای نکنید، خودتون از پس این پروسه برمیایید و همه آموزش‌های لازم هم 0 تا 100 من خودم به همه میدادم که خودشون این کارو بکنن. و یه ذره که گذشت دیدم من دارم یه سری پیام‌ها و کامنت‌هایی میگیرم از این که آقا تو که انقدر اطلاعات داری تو بیا کار ما رو انجام بده. بعدش من اینجوری بودم که نه، من این همه دارم زحمت میکشم، این همه چیزا رو دارم میگم که خودتون پروسه رو برید، چی میگی من انجام بدم. بعد یه ذره که گذشت دیدم نه، واقعا یه قشری هستن که حالا یا شاغله یا نمیخواد ریسک بکنه، به هر علتی اگرم من کارشو انجام ندم یه وکیل دیگه ای قراره انجام بده و اون فرد کسی نیستش که خودش میخواد کارشو بکنه. تصمیم گرفتم که با هزینه خیلی کمتر، با شرایط خیلی بهتر بهشون کمک بکنم. اون موقع هنوز اپلای جرمنی تیم نشده بود.
کارشون رو انجام میدادیم تا اینکه هی بزرگ و بزرگتر شد. یعنی این کسب و کاری که الان دارید میبینید به اسم اپلای جرمنی که خیلی دوست ندارم البته اسم کسب و کار روش بذارم، یه تیم جوون دانشجویی که الان تقریبا 40 نفر توش دارن کار میکنن، از همون وبلاگ شروع شد، با یه نیت خوب شروع شد و هیچ وقت قرار نبود کسب و کار باشه، ولی خودش بزرگ شد، قرار بود کمک بکنه بچه‌ها، هنوزم همینطوره، ولی همون نیت خوبه باعث شده که هی ما بزرگ و بزرگتر بشیم، اعتمادا به همون بیشتر بشه و الان خیلی خوشحالم که بعد از تقریبا 10 سال همون وبلاگ کوچیک اپلای جرمنی تبدیل شده به جایی که 40 نفر از دوستای خوبم توی ایران و آلمان دارن توش کار میکنن و تونستیم بالای 1000 نفر از دانشجوها رو به عنوان کلاینت بیاریم آلمان و هزاران نفر دیگر رو که برای من این خیلی ارزشش بیشتره کمک بکنیم که خودشون بیان آلمان و این خیلی برای من غرور آفرینه واقعا که تونستیم همچین کاری بکنیم و واقعا هم اگه تک تک بچه‌هایی که دارن تو اپلای جرمنی کار میکنن نبودن و اینقدر با من همراه نبودن این اتفاق نمیافتاد. بعدش هوغنه که هوغن یه مقدار چیزی داره، یه مقدار خیلی کمه هوغنش 30 دقیقه است. با هوغنش هم یک مقداری گوش دادن به محتوای پیچیده است. عموما دیسکوسیون بین 3 نفره و شما اصلا تشخیص نمیدید که کی داره با کی صحبت میکنه. یعنی اینطوری نیستش که یه مودراتور باشه، اینطوری نیستش که مثلا نوبت به نوبت صحبت کنن، کاملا وسط حرف هم دیگه میپرن و اونور مثلا صدای ماشین میاد، اینور مثلا صدای جوجه میاد، واقعا همچین چیزایی هستش و لهجهش کاملا اتریشیه توی اوست. اینجا دیگه لهجه رو ازتون انتظار دارن که متوجه بشید. باز هم به نظر من اینم مثلا چیز سختی خیلی نیستش، اینم من خودم فکر کنم 15 شدم از 20 اوکی بود، یعنی مثلا نمره اوکی گرفتم. بعدش میریم سر شخایبن که توی شخایبن توی بدوی یه مقدار داستان داریم، یک مقداری پیچیده است. 2 تا شما باید نامه بنویسید که 3 تا تایله، یکیش بایدیه که تایل اوله، تایل دوم و سوم یکیش رو انتخاب میکنید که بنویسید. آره یعنی براتون راحتش کردن، گفتن مثلا اگه اینو بلد نیستید بیاد در مورد این یکی بنویسید. که معمولا اینجوریه که یک موضوعی گفته میشه، یعنی همیشه سناریو اینه که شما توی کلاس زبان قرار دارید، یک موضوعی یک استادی در مورد صحبت کرده، حالا 3 تا نظر مختلف در مورد این موضوع داده شده، شما باید بیاید از یکی از این نظرها حمایت بکنید و توی آلمانی میشه آرگومنتیرن کردن، باید نظرتون رو بگید، به استدلال برسونید نظرتون رو. این توی این سطح‌های زبانی توی زبان آلمانی دیگه استدلال کردن مهمه، یعنی صرفا صحبت کردن مهمه، شما باید با استدلال صحبت بکنید که اینم گرامرهای مخصوص خودشو داره. این یک مقداری سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه اون کسی که داره اینو میخونه و برای شما داره سعی میکنه باید قانع بشه، یعنی اون استدلاله باید قانع و درست باشه و دقیقا همینجا بودش. من تقریبا 1 یا 2 نمره توی شخایبن کم آوردم و حالا اون کسی که خوندش متن منو قانع نشده بود دیگه و منو رد کرد. و نکته‌ای که وجود داره توی امتحان B2 اوست، اگر یکی از این 3 تا تایل لیزن، هوغن یا شخایبن رو بیفتید، باید این 3 تا تایل با هم امتحان بدید. این نکته رو یادتون باشه، خیلی مهمه و مثل B1 نیستش که تک تایل بتونید امتحان بدید. اینا رو به جمع این 3 تا میگن شقیفلیش و شما باید شقیفلیش رو با هم قبول. شرط بهم استرس وارد کرد سهراب با این صحبتایی. نه نگران نباش، خیلی از بچه‌ها اینا رو قبول میشن، من قبول نشم دلیلی برای نمیشه که شما قبول نشید. من توی شرایط خاصی بودم، حالا شاید اشتباه نوشتم یا هر چیز دیگه ای، نه اصلا شما اینطوری فکر نکنید. توی پورتال اپلای جرمنی میتونی وضعیت اپلای هر کدوم از دانشگاهایی که انتخاب کردی رو به صورت آنلاین چک کنی و ببینی هر کدوم از دانشگاه‌ها توی چه مرحله‌ای هستن. علاوه بر این در صورت عکس پذیرش میتونی نامه پذیرشت رو هم دانلود کنی.
بعدش هم دوباره یه دونه شپرشن داره که شپرشنش 20 دقیقه است، خیلی کمه. کلن بحثش یه مقداری توصیف تصاویره، یعنی مثلا یه تصویر رو میان به شما نشون میدن، شما باید این تصویر رو توصیف بکنید و نکته که هستش بازم اینجا آرگومنتیون کردن داره. یعنی مثلا بعد اگه صرفا نگید مثلا الان سروش اینجا نشسته مثلا شلوار جین کمرنگ داره، خب مثلا شلوار جین کمرنگ داره چون که هوا مثلا شاید بالا ربطی نداره، مثلا آستین کوتاه داره شاید هوا اینجا گرمه، یعنی باید یه جوری شرایط محیطی رو هم توصیف بکنید، اینجوری نیستش که فقط عکس باشه. و دوباره یه دیسکوسیونی هم دارید با پارتنرتون که دوباره قبل از آزمون دقیقا مثل آزمون به یک شما قرنطینه میشید و بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه آزمونتون میبینید پارتنرتون و میتونید باهاش صحبت بکنید. در مسیری که دارید به سمت آزمون اشپرشن دادن میرید، اگر با پارتنرتون صحبت بکنید امتحان رو میافتید. یه سری از مؤسسه حالا خیلی روی این قضیه چیز نیستن، ولی خب این موضوع رو بچه واقعا حواستون باشه با پارتنرتون بیرون اتاق صحبت نکنید، چون مراقبی که هستش حواسش هستش به این موضوع. پروسه آشنایی من با اپلای جرمنی خیلی اتفاقی بود، چون من خودم دوست داشتم که مهاجرت کنم و دنبال یک محل امنی میگشتم که طول مدتی که حالا دارم کارهای مهاجرتم رو انجام میدم خب اونجا بتونم کار کنم و نگرانی دیگه‌ای نداشته باشم. و خیلی اتفاقی با اپلای جرمنی آشنا شدم که خودش تو کار مهاجرت بود. یعنی من میخواستم اصلا توی بیزنس دیگه توی دیجیتال مارکتینگ فعالیت کنم، بعد اصلا با اپلای جرمنی آشنا شدم و تحت عنوان تدوینگر وارد اپلای جرمنی شدم. دیدگاه من مهاجرت به استرالیا بود، ولی بعدش که با اپلای جرمنی آشنا شدم و متوجه شدم سروش چقدر کارشو بلده. با آلمان خیلی بیشتر آشنا شدم و متوجه شدم که اون بستر مناسب، اون محیطی رو که من یک آینده ای رو درش میبینم رو داره که من برم اونجا. زندگی من یک سری نقطه های مهم داشته که یک سری از این نقطه ها طلایی بودن واقعا برای من و مسیر زندگیم رو یا عوض کردن یا اصلا باعث شدن که خیلی در رابطه با خودم بتونم ارتقا پیدا کنم. واقعا سروش فضای منش یکی از افرادیه که بستر رو فراهم میکنه، دستتو میگیره و فوق‌العاده است. مرسی سروش. من مطمئنم که توی هر زمینه‌ای باشی خفن میشی، چون که شخصیت غنی داری. میگه مثلا که هستش در مورد ورتابوخ گفتی. بله ورتابوخ میتونید ببرید 2 تا. میتونید یه ورتابوخ آلمانی به فارسی ببرید و یه آلمانی به آلمانی. فرامرز بهزاد رو همه میبرن که خوبه، منم بردم. حالا من شتایبنم قبول نشدم ولی توی همون شتایبن باید استفاده کنید. یه موقعی هستش مثلا یه زنونومی رو میخواید پیدا بکنید و تو اون نگاه میکنید که مثلا یه چیز ساده و زنونوم مثلا سخت براش پیدا بکنید. همین اینجا به کارتون میاد و نباید خط خوردگی داشته باشه و همین دیگه. این کل ساختار بدوه که میتونیم به قول شما با بعضی از دانشگاه ها مستقیم بگیریم، اکثریت هم مشروط به اون میدن. سوالی چیزی؟ نظرت راجع به بچه‌هایی که میرن خارج از کشور امتحان میدن چیه؟ مثبت. من خودم اگه برگردم به گذشته این کارو میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه به قول معروف فاکولتتی که میرن امتحان میدن به نظر من خیلی استاندارده تا ایران. مثلا توی ایران من دوست ندارم اینو حالا بگم، ولی من آزمون حقوق نما که دادم اومدم وایسادم، جمعیت که اومده بودیم وایساده بودیم، اون کسی که مثلا مسئول اون سازمان بود اومد با یه طعنه و کنایه، نمیگم کجا آزمون دادم، به اون گفتش که شما از قیافاتون معلومه که قبول نمیشید، نگران نباشید براتون یه دونه کلاس آمادگی آزمون میذارم بهتون یاد میدم آزمون دادن. بعد یه پسره بنده خدا برگشت گفتش که من مطمئنم قبول میشم، خود دادم آزمونا. برگشت گفتش که میخوای برگتو بیارم جلو بقیه سعی بکنم و به روت بره. بعد من اینجوری بودم که این بچه الان 5 دقیقه دیگه امتحان داره، چرا آخه؟ و میدونی اون موقع بودش که هممون یه ریختیم، گفتیم که یعنی چی آخه؟
و سر شقایبن هم همین بود. شپقشن که اصلا نگاهمون نمیکردم. من مثلا اوکایف که امتحان دادم واقعا اینا تمرکز میکردن که ما چی میگیم و حواسشون جمع بود با یه لحن خیلی خوب، احترام خیلی خوب. ولی اونجا که امتحان دادم اصلا اینجوری بودش که اصلا کاری نداریم بهت چی میگی، با کی کار داری، اصلا نگاهمون نمیکردن. بعضی که بخوای خارج از کشورم امتحان بدی بعضی خیلی باید مطمئن باشی که قبول میشی، چون بخاطر هزینه‌اش. آره واقعا، چون 2 برابر داری هزینه میکنی و اگه قبولم نشی 2 برابر داره لازم منتالی. حرف درسته، ولی تا الان آزمون B2 رو قبول نشی تو ایران دوباره B2 بدی هزینه‌اش از اون ترکیه رفتن کمتر شاید در بیاد. من با چیزی که دیدم، تجربه شخصی ما، حالا شما میتونید تو کامنت بذارید بگید، من فکر میکنم بچه‌ای که بیرون قبول شدن بهتر بوده بیشتر، چون اونجا گزینه گوتر هم دارن، گزینه تلک TD2 دارن که بدن، ولی ما نداریم تو ایران. ما فقط باید عملا کسی که بره خارج از کشور به خاطر گوته و تلک میره دیگه. قطعا برای گوته میره. گوته مقداری فکر میکنم ساده تر باشه، استانداردتره. استانداردتره. یه سریام رو به هوای مثلا دیگه زرنگن دیگه بچه‌ها، مثلا میگردن یه سری تست سنترای پیدا میکنن، مثلا یه نفری اونجا هستش که نمیدونم سوالا رو نمونه سوال میده چند روز قبلش یا سوالا رو میده، از این چیزا هم هست دیگه. اونو حالا ما که در موردش وگرنه مثلا کی میره اربیل عراق امتحان. آره اونا رو ما هم میدونیم دوستان، اگه میرید نوش جونتون، مسئله نیستش، ولی واقعا اکثر بچه‌ها اینه داستانش. من دیدم کسایی هم توی تهران قبول شدن، اونا هم خیلی، ولی خب سطح زبانشون خوب بوده. اگه بخوام تجربه شخصیت من که هنوز نرفتم، ولی تجربه شخصیم تو این پروسه رو بگم و اینکه خواهرم هم به زبان انگلیسی رفته رو بخوام بگم که کدوم بهتره، این به نظرم یه چیز کاملا هر فرد به فرد فرق داره. اینکه رشته شما چیه یا مثلا هدف رشته ایتون در آینده چیه، چه سنی دارید، سنتون بالاه یا نه یا مثلا مدرک تحصیلیتون چیه. بعضی رشته ها واقعا مثلا اصلا امکان تحصیل به انگلیسی وجود نداره. به نظرم همه اینا رو باید بررسی کرد، بعدش ببینید آیا اصلا انگلیسی به در شما میخوره. اگه بخوام برای انگلیسی بگم، به نظرم که یه نکته‌ای بگم، به نظرم به پیج اینستاگرامی زیاد اعتماد نکنید، هم برای انگلیسی هم آلمانی، و اون کسایی که واقعا معلمن ازشون چیزی یاد بگیرید، نه صرفا هر کسی که میاد ویدیو میذاره تو اینستاگرام. ولی بچه کلا من فکر میکنم نکته‌ای که خیلی مهمه توی امتحان دادن تمرکز کردن و نداشتن استرسه. من فکر میکنم که این موضوع، چون من واقعا بخش زیادیش واقعا منتالیه. آره من سر B2 مثلا خیلی استرس داشتم، نمیدونم چرا. مثلا سر B1 اینجوری که B1 دیگه رفتم تا دادم راحت بود، ولی B2 هم راحت بود. شاید مثلا بعد یه مقداری بیشتر آرومتر می بودم. در کل من فکر نمی کنم که این امتحانا سخت باشه. من فکر میکنم که اگه ما خوب آماده باشیم براش، که باز برمیگردیم به چند تا اپیزود قبلی که گفتیم چطوری باید مثلا یه مؤسسه رو انتخاب بکنیم که بهمون خوب آموزش بده، من فکر میکنم که اون مؤسسه بتونه ما رو خوب آماده بکنه و در نهایت با یه بار امتحان دادن این پرونده رو ببندیم دیگه. حالا یه سوال، به نظرت اگه مثلا برگردی به عقب، کدوم که از این آزمونایی که دادی و اسکیپ میکنی؟ من چون که خب 3-1 خونده بودم، تستاف باید میدادم، یعنی یه جایی تو مغزم بود که باید تستاف بدم و هنوزم دوباره میرم تستاف میدم، ولی دلیلی نبودش که B2 بدم، چون برای من B2 و B1 فرقی نمیکرد. جفتش شما مکانیکم، جفتش پذیرش مشروط هم میگرفت. B2 و B1 عملا برای اکثر افراد فرق نمیکنه، یعنی بیشتر گزینه‌هاتون میشه مشروط. فقط تنها تفاوتش این میشه که بعضی رشته ها شاید با B2 یه سری گزینه‌های محدود پذیرش مستقیم باشه و کسایی که یه ذره سنشون بالاست که تو اپیزودهای قبلی گفتیم که مثلا با
به یک بهتر اقدام نکنن واسه اونا، وگرنه بقیه افراد منم با سهراب هم نظرم، یعنی بین B1 و B2 به نظرم B1 اولویت داره، B2 رو اسکیپ کنی، احتمال قبولیت هم بیشتره. همین دیگه، یعنی سیف تر هم هست. بعد مثلا اگه قراره پذیرش مشروط بگیری با B2 مثلا چه میدونم 4 تا دونه گزینه میخواد بهت اضافه بشه، خیلی فرقی نداره علنا برات، ولی باز هم حرفی که چند اپیزود قبلی زدم باید تکرار کنم. لطفاً به خودم دارم میگم تا لحظه‌ای که پاتون رو میخواید بذارید توی هواپیما زبان آلمانی بخونید، روزانه پادکست گوش بدید، مقاله بخونید. من همین کتاب 3 گراماتیک دارم حلش میکنم، B گراماتیک رو دارم حل میکنم. B گراماتیک واقعا از شب واجب B گراماتیک واقعا از شب واجب تره. یعنی اگه میخواید یعنی از امتحان B1 گرفته تا خود تستاف این کتابه باید باشه. B گراماتیک رو شبا بغلش کنید بخواید، اگه میخواید شوک خیلی بدی بهتون وارد بشه 3 گراماتیک رو شروع بکنید. و در مورد منابع آزمون هم بهترین منابع آزمون برای آزمون B2 OST توی خود میتلشتوفه است که ما خود OST درستش کرده. توی سایت خود OST هم 1-2 تا مدل تست داره و B گراماتیک یا گراماتیک اکتیو یا B گراماتیک. اینا رو دیگه بچه‌ها واقعا خوب بخونید چون برای B2 مهمه. تهش هم دوره سری قدمیتل داره، تیتات داره، اینا رو بخونید قشنگ حفظ بکنید که به کارتون میاد. خب این اپیزودو که همه شما صحبت کردید، لایک و سابسکرایب هم پس کلی صحبت اینا داشتم راجع به B1 B2 یادم بپرسید. وای میسیم تا یادت یادم نه ما وای میسیم. صحبتی داری واسه صحبت آخر طرفدارانت؟ من مخلص همشون که هستم، ولی بچه امیدوارم که توی آزموناتون موفق باشید و اینو واقعا از ته دل میگم چون که خودم تجربه داشتم که شکست خوردم توی آزمون و دوست ندارم این اتفاق برای شما بیفته. یادتون هم باشه اگه این اتفاق برای من افتاده برای شما شاید نیفته، شما میتونید خیلی راحت تستاف قبول بشید. برای همین امیدوارم که درساتون خوب بخونید و همینطور کیاوش امیدوارم که برسه به اون سطح و به زودی امتحانشو بده. دفعه اول قبول بشه. B2 هم تجربه شما هم داره. آفرین، از تجربه بقیه استفاده بکنید. یه مقداری ما ایرانی‌ها دگمیم، یعنی اینجوریم که حرف خودمون باید باشه. نه، از تجربه بقیه استفاده بکنید. ما اینجا بیزینس نمی‌کنیم، کلا ما می‌خوایم فقط اطلاعاتمون رو در اختیار شما قرار بدیم. شما برای ما توی کامنت بنویسید که چه نظراتی دارید. دیگه لایک و سابسکرایب هم یادتون نره بچه‌ها، لایک یادتون نره، زنگوله رو بزنید، اپیزودهای بعدی رو در جریانش قرار بگیرید و ما اینجاییم توی استودیوی مثبت 49. ممنونم ازتون. مرسی از همگی، چاکریم، خداحافظ.